سلام دوستان، به کانال من خوش اومدید. خوشحال میشم که دکمه سابسکرایب رو بزنید و بریم برای سالاد خوشمزه‌ای که مشاهده کردید. سالاد بسیار آسون و خوشمزه و مفید هستش. من مقداری زیتون استفاده کردم، 1 فنجان زیتون بدون هسته، 2 تا 3 عدد گردو کافیه، مقداری جعفری، 1 حب سیر، 1 عدد فلفل شیرین یا تند، بسته به ذائقه خودتون داره. رب انار من 1 قاشق استفاده کردم که همراه با آب رقیق کردم. در اینجا شما رب انار رقیق شده رو میبینید. بسیار خوشمزه هست این سالاد و با زیتون پرورده تفاوت‌هایی داره که ما اینجا تفاوتشو نمیگیم و بعدا براتون درست خواهم کرد. ما اینجا جعفری داشتیم، 1 مقداری باشه که تو مشتتون که میگیرید بشه 1 مشت، 1 مشت جعفری در حقیقت خرد میکنیم، حالا یا با چاقو یا با خردکنهای برقی. بعدش گردو رو خرد میکنیم، له نباید بشه، کاملا نباید شکل زیتون پرورده به خودش بگیره. فلفل رو حلقه حلقه میکنیم، تند یا شیرین بودنش بستگی به خودتون داره کاملا. 1 حب سیر، برای این سالاد کافی است و زیتون رو به انار رقیق شده. سالاد ما آماده است. امیدوارم که میل کنید و خوشتون بیاد. بهتر هست که 1 روز بعد از اینکه درست کردیم استفاده کنیم، ولی شما همون موقع هم میتونید. خوشحالم که با من بودید.